این ویدیو بمب خبری است. خانم سحر دختر زنده یاد مهستی با یک شگفتی بزرگ به دنیای موسیقی برگشته و آهنگی از مادرش را بازخوانی کرده است. آیا می دانستید که این اجرا طرفداران مهستی و هایده را در شوک فرو برده و انگار مهستی جدیدی به دنیا آمده است؟ صدای سحر نه تنها یادآور خاطرات شیرین گذشته است، بلکه احساسات عمیقی را در دل طرفداران زنده کرده. آیا او می‌تواند راه مادرش را ادامه دهد؟ بیایید با هم به این لحظه تاریخی گوش دهیم و از لذت دوباره شنیدن این صدا بهره مند شویم. این ویدیو را از دست ندهید. همونطور که میدونید و در ویدیو قبلی هم گفتم، سحر دختر زنده یاد مهستی آهنگی از سینا شعبانخانی رو بازخوانی کرد که بسیاری از طرفداران مهستی و هایده رو متعجب کرد. این آهنگ از زمان منتشر شدنش هر روز در فضای مجازی داره پخش میشه و وایرال میشه و خیلی از مردم هم در ماشین و هم خونه هاشون این آهنگ رو پخش میکنن و لذت میبرن از شنیدن دوباره صدای دختر مهستی. خانم سحر با پیام جدیدی برای طرفداران خودش و همچنین خالش و مادرش این چنین نوشت: دوستان و هموطنان عزیزم، سلام و درود بی پایان به شما. امروز با قلب سرشار از عشق و احساسات عمیق میخوام از تک تک شما که با لطف بیکرانتان مرا همراهی کردید تشکر کنم. ویدیویی که اخیراً به اشتراک گذاشتم با استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی شما مواجه شد. پیام‌های زیبا و دلنشین شما نه تنها مرا به وجد آورد، بلکه روح مادرم مهستی عزیز رو نیز در کنارم حس کردم. وقتی میبینم که شما صدای مرا شبیه به صدای او میدانید و از من میخواید راهش رو ادامه بدم، بیش از هر زمان دیگری احساس و افتخار می کنم. مادرم همیشه با عشق به مردم و هنر زندگی کرد و امروز شما عزیزان نشان دادید که موسیقی و عشق به آینده می تواند ما را به هم نزدیک کند. همونطور که قبلا اشاره کرده بودم، در گذشته 2 تجربه ضبط صدا در کنار مادر عزیزم داشتم. بخشی از ترانه زیبای جدایی خانم ژاکلین رو که در 14 سالگی در استودیو کنار مامانم ضبط کرده بودم، امروز دوباره در خانه خوندم. قسمت اول صدای من در اون زمانه و قسمت دوم رو همین الان در اتاق نشیمن خوندم. خوشحالم که این خاطرات شیرین رو با شما به اشتراک میذارم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. هستی دار و نداره این زن، فقط تو هستی. اگه تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردید، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. خانم سحر همیشه در پیج اینستاگرامشون سعی میکنن که یاد و خاطرات مادرشون و زنده یاد خالش هایده رو گرامی بدارن و سعی میکنن که با طرفداران این دو عزیز در ارتباط باشن و همیشه خودشون رو در واقع همراه و همدم مردم ایران و طرفداران خاله و مادرشون میدونستن. متانت همیشه در چهره خانم سحر باقیه، چرا که ایشون تنها یادگار بانو مهستی هستند. خانم سحر در پست هایی که اخیراً منتشر کردن، خاطراتشون با مادرشون رو هم منتشر کردن. خانم سحر گفتن بهترین خاطراتم زمانی بود که مادرم به دیدنم در اردن می اومد. با هم جاهای شگفت‌انگیزی مثل پترا، یکی از عجایب دنیا رو کشف می کردیم. بعدش به مصر می رفتیم و در تاریخ غنی و زیبایی های بی نظیرش غرق می شدیم. روح ماجراجویی مادرم و عشقش به زندگی واقعاً الهام بخش بود. همونطور که میدونید خانم مهستی به شدت مهربان بود و در زمانی که شادمهر عقیلی تازه وارد آمریکا شده بودن، با شادمهر عقیلی هم همکاری داشتن، با اینکه میتونستن خودشون رو سطح بالا بدونن و با جوانی همچون شادمهر که تازه کار بود همکاری نکنن، ولی یکی از همکاری های بی نظیرشون در اواخر زندگیشون همکاری ایشون با شادمهر عقیلیه.
خانم محستی با اینکه در زندگی خیلی سختی کشیدن و حتی بعد از انقلاب همه زندگیشون رو در ایران ازشون گرفتن، اما با این وجود بسیار ماجراجو بودن و زندگی رو خیلی دوست داشتن و آخرین لحظات زندگیشون رو هم سعی می‌کردن در کنار جوانان باشن. خانم محستی در مصاحبه‌ای که با علیرضا امیرقاسمی داشتن از اتفاقاتی که بعد از انقلاب براشون رخ داده گفتن. فامیل، وطن، زندگی، تمام زندگی یعنی تمام زندگی، یعنی ما برای گردش اومده بودیم، نه اینکه برای موو کردن. برای گردش اومده بودیم، نه اینکه برای مهاجرت کردن. ما برای گردش اومدیم که همه چیمون در ایران موند. فامیل در ایران ماندند. خاکم که از همه مهمتره دیگه 26 ساله ندیدم. خونه و اینا رو گرفتن همه. یعنی هیچی نداری الان؟ هیچی ندارم. همه اینها رو خودت خریداری کرده بودی یا ارثیه پدری؟ نه، من پدرم چیزی نداشت که ارثی به ما برسه، ولی خب مادرم در جوانی چیزی داشت که چون پدرشون ثروتمند بودن، مال رشت بودن، 10 تا فقط خواهر بودن، مادر من و خاله من و مادر من با پول خودشون. چیزایی که خریدم باز مال مادرم نبود، مال خودم بود. داستان زندگی محستی پر از اتفاقات عجیبه که برای خودش و همسرش رخ داده که در نهایت هم باعث اعدام همسرش شده. اگه علاقه‌مندید که از جدیدترین خبرها در حوزه هنرمندان با خبر بشید، حتما سری به کانال ما بزنید. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین و مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، با زدن سابسکرایب و زنگوله کانال ما رو دنبال کنید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر مطلع بشید و کانال ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید.